بدونید. لذا می‌خواستن از این رسیدن یا به یه رودخانه که خیلی عریض بود، حالا بعد رد می‌شدن، هیچ وسیله‌ای هم نداشتن، ولی بعد رد یا بعد دو تا انتخاب داشتن، یا بعد برمیگشتن برن خونه‌شون در سرزمین امنشون دوباره همونجا می‌دونید مردگی می‌کردن به جای زندگی، یا اینکه نه باید عبور کنن از رودخانه. این معنای تغییر است، باید عبور کنی، راه جز این نداری. گفتن باید عبور کنیم، اما سخت بود برای که انقدر رودخانه مواج بود اصلا آدم پا می‌ذاشت که آدم می‌برد، فرصت نمی‌داشت شنا کنی. به هر حال این سه نفر مجبور شدن این کارو بکنن. مرد اول گفتش که به خدا گفت خدایا به بازوان ما و به پاهای من انقدر قدرت بده تا بتونم تو این رودخانه مواج این گونه شنا کنم و به اون رودخانه برسم. من چاره‌ای ندارم جز این قضیه. و از آنجا که خداوند هر آنچه را که ازش بخوای به تو میدهد، خداوند بهش قدرت بازو و قدرت داد برای پاهاش و بازوانش و او با یک کلنجاری 1 ساعت طول کشید تا یک عرض رودخانه رفت اون طرف و بالاخره اون ور رسید، به هدفش رسید در سرزمین ناشناخته. اما مرد شماره 2 چیز دیگری از خدا خواست. لطفاً گوش کنید، خیلی این بحث الهی و مهمه. ظاهرش یک قصه است ولی نمیدونه که چقدر استراتژی مهم زندگی است برای تو که ببینید مسیر آینده چگونه باید بری که بر بهترین شرایط هم لذت ببری هم سریع و زود به دستاوردی که میخوای برسی. این هم خودش یک رازه. خیلی دنبال پولن ولی چیز دیگر میزنن برای چندرغازها، ولی بعضیا به دنبال پولن میگن خدایا یه وسیله برای من بفرست و بلافاصله خداوند براش قایقی فرستاد و سوار این قایق شد. ولی خیلی صحنه خطرناک بود، ولی بالاخره 40 دقیقه تمام پارو زد میرفت جلو اومد عقب، بالاخره رسید اون برای رودخانه و به مرد اول ملحق شد. اون مرد دوم ولی حتی خیس هم نشده بود، حتی نگران هم نبود که کوسا بخورنش. قایق از خدا خواست. اما نفر سوم چیز دیگری از خدا خواست، به خاطر که این فرد بصیرت و آگاهی داشت و باورش این بود که آری به گونه بهتر هم میتوان رفت اون رودخانه. نه شنا کرد نه پارو زد. چیه اون به گونه بهتر؟ لذا گفت خدا رحمان به من یک بصیرت و آگاهی بده که بتونم به بهترین وجه ممکن در کمترین زمان ممکن خودم رو به اون رودخانه برسونم. اینجا بود که خداوند براش یک فرشته فرستاد و این فرشته دست کرد تو جیبش و یک نقشه اون منطقه رو در آورد و بعد گفت ای جوان، اگر تو این راهی که دارم بهت نشون میدم همینجا این بغل 6 دقیقه بری جلوتر یک رودخانه باریک میشود و یک پلی بر اون رودخانه زدن که 1 دقیقه طول میکشه اون پل بری و از یعنی 5 دقیقه راه بری و 1 دقیقه رو پل 6 دقیقه تو میتونی به اون رودخانه برسی بدون که خیس بشی و بدون که هیچ خطری تو رو تهدید کنه. و این گونه شد که این کارو کرد و به نفر سوم و به 2 نفر دیگر ملحق شد. آری